تو این پست تفاوت اصلی 2 تا از دزدگیرهای برند کلاسیک رو میخوایم بهتون بگیم. میدونین که برند کلاسیک بیش از 40 سال داره فعالیت میکنه و بهترین و اولین برند دزدگیر در ایرانه. حالا این برند تا چند وقت پیش آخرین مدلی که داشتش مدل Z4ش بود که روش سیم کارت نمیخورد و تلفنی نمیتونستیم بهش وصل کنیم. دستگاه بسیار خوب بود، ولی داستانی که این وسط اتفاق میافتاد باید یه دستگاه دیگه کنارش میذاشتیم به نام تلفن کننده مدل جیوان کلاسیک که بتونه اتفاقات رو برای ما پیامک کنه یا تماس بگیره با ما. حالا کلاسیک تو آخرین ورژن دزدگیر خودش اومده دزدگیر X5 رو معرفی کرده. 2 سال داره کار میکنه و اتفاقاتی که روش افتاده خیلی باعث شده که فروشش زیاد بشه. اتفاق اول این که تلفن کننده داخل خودشه و نیازی به این که دستگاه دیگه‌ای بخرین نیست. دومین حالتی که اتفاق افتاده اینه که قیمتش هم 1,100,000 تومان ارزون تره، چون اونجا باید 2 تا دستگاه میخریدین، اینجا 1 دونه دستگاه کافیه. اتفاقات بعدی هم تو پستای دیگه بهتون میگم. اگر لیست محصولات کلاسیک رو میخوای، کلمه کلاسیک رو برای ما کامنت کن.